سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خب امروز ما میخوایم که درایور پرینتر سه‌بعدیمون رو ارتقا بدیم. درایوری که من الان روی پرینتر سه‌بعدی استفاده کردم درایور TMC 2209 که قراره از درایور TMC 2240 استفاده کنیم. که بخوایم حالا ما این محصول یا این درایور سفارش بدیم، طبق معمولی سایت فرمایش‌ها این سایت به درد کسایی که میخوان با پرینتر سه‌بعدی حالا یا پرینترهای رزینی کار کنن، از بورد گرفته رزین فیلامنت همه چی داره. تو در موردش داره چیزم داره، دماسنج هم داره، یعنی دماسنج داخلی هم داره، یعنی میتونم الان دماشو ببینیم توی حالا بعدا به پنل پرینتر بعدا میتونیم دما رو اونجا ببینیم. خب این شکل ظاهریشو اینم اینجا یه سفارشش میدیم و به دستمون میرسه و میذاریمش رو پرینتر و بهتون نشون میدم. دستمون رسید. بله دسته اومد. خب ببینیم داخلش چیه. البته این دسته خیلی ارزشمنده. بله چیزی نیست. خودم یه شتنگ PTFE هم سفارش داده بودم واسه یه نازلم یا اکسلر واسه دادم کنم. درام خیلی جواب مشکل ناز و مامانی و گوگلی ایناست. این داستانا سریع نازلم من سفارش داده بودم چون میخوام که سر نازلم رو عوض کنم. ببینیم اینا رو 6 دهم 3 دهم 2 دهم که میخوام کارهای ظریفی باش بزنم با جزئیات بالا، برای همین نیاز به این نازل داشتم. نازلی که الان روی دستگاهمه 14 دهم. اینا چیه؟ اینم یه واسه این شلنگ PTFE گرفتم. خب اینم که مهم نیست، واسه اکسترودر فعلا به کار میاد. خب بازش کنیم ببینیم چیه داخلش. چه خوشگله. درایور خفنمون 2240 این چیه؟ اینم تبلیغاتشون، یه دیاگرامی ازش گذاشتم. نامه فدایت شده. خب بهتر شد هست. بله همیشه باید یه دست پشت مسئولی که میخوایم معرفی کنیم باشه. این از من به شما هست. خیلی خوب، تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار. فراموش نکنید که برای حمایت ما رو سابسکرایب و لایک کنید. ممنونم.